سلام مجدد خدمت همه دوستان. با بخش دوم جلسه چهارم در خدمتتون هستم. قرار شد که در مورد اینوستمنت انالیسیس صحبت کنیم، اینکه بر چه پایه و اساسی بنا شده و چه مواردی رو در نظر میگیره. ببینید دوستان، اینوستمنت انالیسیس اولین چیزی که باید توی این مفهوم ما بشناسیم مفهوم جریان پول یا کش فلو هست. کش فلو هم به دو مورد تقسیم میشه، یا ما پول ورودی داریم به سیستم یا پول خروجی داریم. پول ورودی رو مثبت در نظر میگیریم و پول خروجی رو منفی. حالا کش فلو این ما چی میتونه باشه توی یک asset؟ حالا این asset گفتم هر چیزی میتونه باشه، ملک تجاری یا یک شرکت یا یک سهام باشه. در نظر بگیرید که ما یک ملک تجاری داریم و این ملک تجاری برای ما ایجاد درآمد میکنه. ما از این ملک ماهانه اجاره میگیریم. خب این یه حالت است. اگر یک سهم هست، این سهم ماهانه برای ما ایجاد ماهانه حالا یا سالانه ایجاد درآمد میکنه. و اگر یک شرکت هست، خب شرکت هم سالانه ایجاد درآمد برای خودش داره. خب حالا بریم سراغ کش فلو اوت. کش فلو اوت این هست که ما یک asset رو که میخوایم بخریم باید یک پولی پرداخت کنیم و این پول هم به صورت منفی در نظر میگیریم. پس اون پرچیس پرایس ما میشه یک پولی که برای اون asset باید پرداخت کنیم. حالا این asset اگر یک شرکت باشه خب هزینه داره. اگر یک ملک تجاری باشه خب شاید نیاز داشته باشه به تعمیر و نگهداری و بهبود ملک، قطعا هم نیاز داره. خب این هم پس میشه کش فلو اوت ما که منفی هست و تفاوت این دو کش فلو این و اوت میشه نت کش فلو. اینوستمنت انالیسیس میاد و بر اساس کش فلو این و اوت و مواردی که میتونه تاثیرگذار باشه روی کش فلو. این یعنی چی؟ ببینید ما یه سری عوامل خارجی داریم و یک سری عوامل داخلی. اگه یک asset رو در نظر بگیرید، خود اون asset یک عملکرد اقتصادی رو داره. مثلا میگم یک شرکت یک عملکرد اقتصادی رو داره که خب این خیلی وقتا درونی هست، یعنی بسته به این هست که ما آیا اون نیروهای واقعا متخصص رو داریم، آیا اون بهره‌وری که واقعا باید داشته باشیم رو میتونیم کسب کنیم یا نه. و یه موقع هم این هست که موارد خارجی هست، شرایط کلی اقتصاد کلان، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی اون کشوری که asset ما تو اون قرار داره. خب همه اینها پس تاثیرگذار هست و اینوستمنت انالیسیس میاد و کش فلو رو در نظر میگیره و مواردی که میتونه کش فلو رو مورد در واقع تاثیر قرار بده. خب حالا بیایم و یک مثال بزنیم، بیایم و یک سرمایه گذاری خیلی خیلی ساده، یعنی ساده ترین فرمی که میتونیم مد نظرمون باشه رو در نظر بگیریم. در نظر بگیرید که ما یک asset رو به قیمت 100,000 یورو میخریم و مثلا 2 سال آینده به قیمت 150,000 دلار ما اینو میفروشیم. چقدر ما سود کردیم؟ 150 منهای 100 50,000 دلار ما سود کردیم. حالا توی یک asset کلاس دیگه ما میریم یک asset رو میخریم به قیمت 500,000 دلار و بعد 2 سال 3 سال اون رو به قیمت 550,000 دلار میفروشیم. اینجا ما چقدر سود کردیم؟ 50,000 دلار. تو حالت اول چقدر سود کردیم؟ 50,000 دلار. ولی آیا این دو سرمایه گذاری واقعا میتونیم بگیم یکسان هستن؟ اینکه صرفا بگیم جفتشون 50,000 دلار برای ما ایجاد سود کردن، آیا اینها یکسان هستن؟ طبیعتا نه، چون تو مورد دوم ما آمدیم و 500,000 دلار رو به خطر انداختیم تا بتونیم 50,000 دلار سود کسب کنیم که خب تو مورد اول با 100,000 دلار ما اینو انجام دادیم. حالا این مثالی که زدم خیلی مثال ساده و واقعا آسونی هست. توی بخش دوم این ویدیو میریم و یکم پیچیده‌تر فکر میکنیم و میفهمیم که به این راحتی هم نیست که ما بتونیم انقدر راحت سرمایه گذاری ها رو با هم مقایسه کنیم و نیاز داریم که یک سری مفاهیم خیلی پیچیده‌تر رو در موردشون اطلاع کسب کنیم. پس یک فاصله کوتاه بگیریم و بیایم با بخش دوم این ویدیو که در مورد مثال‌های خیلی جذابتری با هم دیگه صحبت خواهیم کرد.
بیایم و یه مثال دیگر رو با هم بررسی کنیم. اگر من 100 یورو وجه رایج اروپا رو به شما بگم که من یا 100 یورو الان به شما میدم یا 100 یورو سال دیگه و انتخاب کن، به احتمال خیلی خیلی زیاد 100%، یعنی واقعا باید بگیم شما میگه آقا این 100 یورو رو دوست عزیز، این 100 یورو رو همین الان به من بده. چرا این حرفو میزنید؟ چون میدونید که اول این 100 یورو سال دیگه ارزشش کمتر از الان هست و دوم اینکه شما این 100 یورو رو میتونید برید سرمایه گذاری کنید، ازش سود کسب کنید و درآمدزایی کنید. خب این مثال خیلی مثال واضحی بود. ولی اگر من به شما بگم که من 100 یورو الان به شما میدم یا 10,000 یورو 100 سال دیگه، خب الان چند لحظه در مورد این مثال فکر کنید ببینید واقعا میتونید به آسونی تصمیم بگیرید. خب دوستان، تو مورد دوم تصمیم گیری انقدر راحت نیست. شاید شما بتونید واقعا این 100 یورو رو راهی بلد باشید و یک سود حتی منطقی بتونید کسب کنید که این 100 یورو رو بکنید بیشتر از 10,000 یورو تو 100 سال آینده. خب اینجا ما میبینیم که انقدر هم دنیای اینوستمنت و فایننس ساده نیست و علاوه بر این که مگنیتود یعنی مقدار سرمایه گذاری مهم هست، زمان اون سرمایه گذاری یعنی اینکه اون پول چه زمانی وارد سیستم میشه و تو محاسبات کش فلوی ما میاد، اون هم خیلی مهم هست و ما باید بتونیم که یک جوری عمل کنیم که بیایم و سرمایه گذاری های مختلفی رو با یک روشی همه رو بیاریم توی زمان حال با هم مقایسه کنیم و ببینیم که الان تو زمان حال که ما هستیم، چون ما که نمیتونیم در زمان سفر کنیم بریم 10 سال آینده، ما الان لحظه حال رو داریم. تو لحظه حال باید ببینیم که این تمام سرمایه گذاری ها که با زمان بندی های متفاوت و مقدارهای متفاوت هستن چه میزانی ارزش دارن تو لحظه حال، یا به اصطلاح میگن پرزنت ولیوشون چجوری هست. حالا برای اینکه ما پرزنت ولیوی این سرمایه گذاری ها رو متوجه بشیم و در نهایت هم به نت پرزنت ولیو بتونیم دست پیدا کنیم، نیاز به یک مفهومی داریم به نام دیسکانت فاکتور که ما باید بتونیم سرمایه گذاری هایی که در آینده انجام میدیم، یعنی اون درآمدزایی هایی که داره، همه رو بیاریم با استفاده از اون دیسکانت فاکتور تو لحظه حال و در نهایت نت پرزنت ولیوی اونها رو با هم مقایسه کنیم و ببینیم که خب حالا اصلا این سرمایه گذاری مقرون به صرفه هست، در نهایت به ما در واقع سودی میده، ارزش اون پول ما رو بیشتر میکنه یا نه. خب توی جلسه پنجم میریم سراغ Net Present Value، Discount Factor و واقعا دیگه بهتون قول میدم که دست به ماشین حساب بشیم و من از شما بیشتر مشتاق هستم که بریم و با استفاده از محاسبات کمی، با استفاده از فرمول ها بتونیم یک دید واقعا کمی و خوبی نسبت به این مواردی که این همه در موردشون صحبت کردیم پیدا بکنیم. اگر این محتوا رو دوست دارید، اگر دوست دارید که واقعا یک سرمایه گذار موفق بشید، چون دوستان این کورس واقعا وقتی کامل بشه به شما کمک میکنه که نه تنها دید خوبی پیدا کنید بلکه واقعا کمی سرمایه گذاری مختلف رو بذارید کنار هم و یک سرمایه گذار موفق بشید. اگر دوست دارید که به این هدف و این مهم برسید، ممنون میشم که ویدیوها رو دنبال کنید، لایک کنید، برای من کامنت بذارید، نظر بذارید، از این چنل حمایت کنید و این چنل رو هم برای دوستانتون ارسال کنید. ممنون از این که با من هستید. پس تا جلسه پنجم که میریم سراغ Net Present Value و Discount Factor.